توسط وایبر. الو. الو سلام علیکم. علیکم سلام. برادر سلمان، در اطراف موضوع میخواستم یک کمتر صحبت کنم. واقعا هم صدرالدین یعنی یک شخصیت بزرگی تاریخی است که برای ملت تاجیک خیلی زحمت های زیاد کشیده است و بهوده هم نگفتم که از ناحیه یوان، عمر عینی از برای از خلق ناحیه صرف یوان. خلق ما رو دفتر عینی شهادت نامه شد. ما از همین زحمت و تلاش های صدرالدین عینی را به نوبت گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان با او عنوان قهرمان تاجیکستان دادند. ناحیه را به نام استاد گذاشتند و شما گفتید که امروز طلبا در جایی که نمیدونن سال تولد استاد عینی را، لیکن همین اولی کتاب الفبا را میخونی که بیایید ای رفیقان درس خودت خوانید. میدونی عینی کی در اینجا تولد شده است؟ بله چی ما نمیدونیم. عینی 15 اپریل سال 1978 در شهر بخارا تولد شده. کدام سال از دنیا گذشته است؟ 15 یولی سال 1954. اولین شعر عینی کدام بود؟ اولین شعر عینی راستی گپ دوره مکتب خونی. من میدونم که من پیش از اینکه نو برنامه رو شروع کنم خودت رفتی داخل گوگل و سال تولد عینی را پیدا کردی. انسان بری بگو، مردانه بگو، درست بود؟ مردانه میگم که در همین دوره که ما مکتب میخوندیم هر 15 اپریل ما همین زادروز استاد عینی را قید میکردن در محفل. از ناحیه یوان تماس میگیری، درست؟ بله از ناحیه یوان. چرا در برنامه‌های قبلی دشنام میتی مگر انسان هستی؟ نفهمیدم. چرا در برنامه‌های قبلی داخل میشی دشنام میتی؟ از خدا نمیشرمی؟ نه من دشنام ندادم. شما از خدا نمیشرمی؟ یا برو مردک بریم جا اقرار شو. یگم خطا کردن. یعنی اقرار میشی که دشنام میکردی؟ نه من در زبانم دشنام گرفتگی نیستم. خدا چرا از خدا نمیشرمی؟ نه مردک شوین. خب داخل موضوع میشیم. این حساب و کتاب ما و شما فردا در قیامت از نزد پروردگار است ان شاء الله. بله داخل موضوع میشیم. از نظر شما از بین بردن آثارخانه عینی کاری درست است؟ خب دقیقا اینجا تصمیم آدمای تصمیم میگرفتگی. یعنی تو نظر تا بگو، با او تصمیم گیرنده ها کار نگیر. نظر خودت هم یک جوان، هم یک انسان چی فکر داری؟ خب در مسئله کوچانیدن مثلا همین یادگاری های تاریخی، چنانه که یک چند سال پیش هم در مسئله در محله وطن اساس یک تا باغی و کدام کو استاد صدرالدین عینی را کردن. خب در همونجا مثال چند تا قبر بود همون را کوچوندن، فقط جای همون قبر استاد صدرالدین عینی را ماندن. واقعا هم اول یک تنیش بحثی را به میان آورد که همین مردم ندرست قبول کردن. بعداً وقتی که رفتن هم یک میدان زیبا بر هوا و یک باغی واقعا هم فراغتی شد. این تصمیم ها این برخورد ها گم شدن که مثلا در اونجا قبر چند نفر از ادیبان و ارباب دولتی بودن یک نوسازی رو به میان آورد. شاید این یک بینای روسی من ندیدم یک بنا فرسوده باشد یا که نمای شهر رو ویران کرده باشد، با جای دیگر کوچاندن آن رو یک شکوه و شهامت زیبا بخشیدن. این فکر میکنم خیلی برای زیبایی پرستی یک کاری بسیار خوب میشود. تصور که یک سوالت میتونم من خوش میکنم با همین سوال، یعنی درست بفهم و هیچ احساساتی نشو. یعنی من نمیدونم این سوال برات بتونم شاید که ناراحت شوی، اما آیا یک همسایه برات پدری کرده میتونه؟ یک همسایه چی؟ یک همسایه به جای پدرت چیده میتونه؟ نه هر کس. آیا یک آثارخانه که چیزی اصلی یک جا عینی در اونجا زندگی کرده است، بوی عینی است، در اونجا عینی درس خونده است، در اونجا عینی کتاب نوشته است، در اونجا عینی با لاهوتی ملاقات کرده است، با ترسونزاده ملاقات کرده است، با دیگر اشخاص بزرگ تاریخی ملاقات کرده است که یک چیز تاریخی است، آیا او را میبرین در یک جای دیگه میمونین همون کیفیت خودش گم نمیکنه؟ همون چیز رئالی میشه یا که نه؟ شاید با شکوه و شهامت بخشیدن. زیبایی را تو در چی میبینی؟ زیبایی را برو همون در همون شکوه و شهامت و در همون چیزای بلند زیبا میبینی، یا که زیبایی در کیفیتی و زیبایی در اون چیزی که در داخل او تصمیمی که در داخل او گرفته شده است؟ زیبایی در چی است؟ بینه شاید ممکن همین آثارخانه را برده در همون باغ یک نزدیکی باغ فرهنگی و فراغتی کنن برای اونهایی که مثال امروز مهمان میشن شهر دوشنبه.
یک مشکلی نمیآید که مثال رفته آرامگاه استاد صدرالدین عینی را زیارت میکنن در آمده داخل همون آثارخانه استاد با از همون چیزهای تاریخی میبینن. ممکن در اینجا یک آسانی کار باشد یا که خوبی کار باشد. توبه همین فهمیش فرهنگ همین رسید. این فکری ما است برادر. یعنی همین قدر فهم. من از انا فکر گوش کن. نظری نه فقط من، نظری اکثر زیایای تاجیک در این است که از بین بردن آثارخانه عینی و به دیگر منطقه کوچاندن آثارخانه عینی این ریشه تیشه بر ریشه تاریخ ملت زدن است. اینجا عملی احمقی است. خوب گوش کن. عملی و یا که تصمیمی احمقی است که یک چیزی ریالی، یک چیزی که ریال ساخته شده است، یک چیزی که در اونجا تصمیم گرفته شده است، در اونجا عینی زندگی کرده است، در اونجا عینی ادبیات تاجیک معرفی کرده است، در اونجا عینی رودکی را دوباره زنده کرده است، در اونجا عینی یک بخارای نو ساخته است. شما نظرتون در این است که بروند در یک کدام یک باغ در سمت لوچوب، در سمت ودن اساس، در باغ عینی، پارک عینی، اونجا دا چیکار کنن؟ یک بینای بلند بسازن. او بینای بلند چی لازم؟ بینای بلند چی لازم؟ در حالی که او بنا هیچ یک نمیدونم اخی کیفیت تاریخی نداره. او بنا او یک چیزی نو است. ای مردم، من در سال 3-4 سال پیش در پولشا وقتی که در یک انشاءات کار میکردم، در روپری و انشاءات در سال 1943-45 از زمان جنگ بزرگ وطنی یک خرابازاری است، یک جایی است که بیناها خراب شدگی است، همون تیری تانکه در اونجا زدگی است، در پیشش گسنیسه های بلندی سطح دنیا را بین الملل را ساختگی است و ساخته حساب ما در اون نشاط کار میکردم. ولی سوال برای اون مردم که خب این جای خرابازار را چیکار میکنی؟ برای اونها قدر یک خانه ای که داخلش هیچ تصمیم تاریخی گرفته نشده است، فقط یک تیری از زمان جنگ بزرگ وطنی آمده در اونجا رسیده است، به خاطری که اونجا از زمان جنگ یک چیز تاریخی است، او را چرا از بین نبردیند؟ چرا برای اونها یک چیزی عزیز بوده است، یک چیزی مقدس بوده است، یک جایی است که یعنی در 70-80 سال پیش در اونجا این مصیبت رخ داده است، بگذار برای نسل بعدی بمونه. و حتی از مکتب ها کودکا را میبرن اونجا براشون میفهمونن، حتی توریست ها میبینن. من شاهدی واقع هستم که توریست های خارجی میبینن دوربینا خاطر عکس میگیرن در نزدیک اون دیواری که سال 1943-45 در اینجا تیری فاشیست یا که تیری نمیدونم حکومت سوویتی رسیده بود، به خاطری که یک تیر در اونجا رسیده است، در اونجا مردم میروند، توریست ها سیاح ها میبینن در اونجا گشت گذار میکنن. چرا برای ما این چیزی مهم نباشد؟ چرا برای ما مهم نباشد؟ لاهوتی زمانی که از دنیا گذشت، پیش از درگذشت وصیتش چی بود؟ که جسد ما را به ایران برید. اگر که به ایران برده نمیتونید، مرا به وطن دویم تاجیکستان برید. چرا تا امروز حکومت رحمانوف لاهوتی کم خدمت برای مردم ما کرد؟ چرا او را برای جای ما او را بیاریم در وطنمون جا بتیم، برای نسل بعدی ما بگیم که این لاهوتی است؟ برای استاد عینی خدمت‌های بزرگی کرده بود. لاهوتی دست داشت با حکومت مسکو. برای استاد عینی، برای جان عینی را خریدن زحمت‌های بزرگی کشیده بود. چرا که حکومت رحمان به جای رود جسد او را بیاره در تاجیکستان، در مرکز دوشنبه جا بکنه، برای سیاحان، برای توریست‌ها، برای ما و شما نسل بعدی معرفی بکنه که زحمت‌های لاهوتی در فرهنگ و ادبیات ما و شما چقدر سهم بزرگ داشت، این کار نمیکنه. اما یک جایی که لااقل لاهوتی آمده است، ملاقات کرده است، ترسونزاده در اونجا نشسته است، عینی در اونجا اثر نوشته است، او را میخوان ویران بکنن. این چی نبود فهمیش است؟ خب اینجا یک مسئله دیگه است. مثلا همین کعبه در صورتی که امروز است همین خیلی نبود، همین خیلی است برادر. کعبه ایواز شدگی نیست. شاید در همون جاش ایستادگی از او ایواز نشده است. مرحمت کنین، آثارخانه عینی را بزرگتر کنین، زمانوی بسازینش، اما کعبه را از جاش نکشوندن. همون آثارخانه هیچ کس مقصد از تصمیم مقامات هم اولی پره نیست. اگر تصمیم گرفته شد، نظر تو چی است؟ تصمیم گرفته شد، چی نظر داری؟ عمل احمقی است؟ عمل احمقی است؟ شاید در همونجا جای میدین همراه وسیع‌تر او بگذار بکنند. خیلی عالی. من واقعا کف میزنم، میگم خوش به حالش که واقعا شهردار دوشنبه فهمیش نظرش از همون پدرش دیده بزرگتر و وسیع‌تر بوده است که
تاریخ ملت لاقل حفظ کرده است. من از همین منبر میبرم احسنش میگم. خب پس چرا شما پیش پوده چنگ دوختید؟ سلامت باشی. تشکر زیاد. پیش از پوده چنگ انداختین. تو اصلا نفهمیدی که ما چی گفتیم اخی. تو اگر درک میکردی، احساس تاریخ میکردی، تا زمانی میبردی در زمانی زحمت‌های عینی را، زمانی که 75 دره عینی را زدن، زمانی که عینی آبروی ملت تاجیک را دوباره معرفی کرد، خط و مرز تاجیک را معرفی کرد، چقدر پافشاری کرد، فرار کرد، مهاجر شد، همه این زحمت‌ها را اگر تو حس میکردی این گپ نمیگفتی. زمانوی میسازند، با اونجا میبرن برای کسی لازم است مرحمت. من باغ عینی مرا جایی که عینی زندگی کرده است بیا نظرش بکن. او برای ما مهم نیست که ما لوکس کامفورت بکنیم برای یک کسی که برای در یک باغ وسیع داره. نه، برای ما مهم است که در جای خودش عینی بمونه. برای ما مهم است که برای نسل بعدی ما نشان بدیم که سردفتر ادبیات سوویتی فارس و تاجیک صدرالدین عینی در این جا آخران عمر خود را گذرانده است.